تیرباران در پنشیر، شکنجه در بغلان. طالبان غیر نظامیان را در خوست بغلان شکنجه کردند. افغانستان و ترس تکرار تاریخ. احمد مسعود از احتمال استفاده شدن خاک افغانستان در برابر کشورهای جهان هشدار داد. قمار عاشقانه جمهوری اسلامی در رابطه با امارت اسلامی. ایران میگوید که انتظار دارد طالبان در برابر موضوعات مرزی مسئولیت بگیرند. استقبال نویسنده کاغذ پران باز از اعلام جنسیت فرزندش. خالد حسینی میگوید که فرزندش ترنس است. و نتیجه عقب نشینی تجاری پولدارترین مرد جهان، توییتر از ایلان ماسک مبنی بر عدم پایبندی به قرارداد 44 میلیارد دلاری شکایت می کند. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. منابع محلی به آماج میگویند که پس از انتقاد ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، از سرپیچی اعضای این گروه از دستورهای رهبرانشان در ولایت بغلان، اکنون طالبان صدها نیروی جنگیشان را با ولسوالی خوست فرستادند. منابع در ولسوالی خوست روز چهارشنبه 22 سرطان میگویند که نیروهای جنگی طالبان در این ولسوالی دست به لط و کوب، شکنجه و بازداشت باشندگان محل زدند و شمار از افراد ملکی را به گروگان گرفتند. منابع می‌افزایند که طالبان روز چهارشنبه جستجوی خانه به خانه را در روستاهای کزر، سیچی، درده، پوزریک، لروان، دیک و سیچی پایان شدت بخشیدند و مردم را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. باشندگان محل میگویند که طالبان در این روستاها وحشت خلق کرده و به مردم هشدار دادند در صورتی که کوچکترین ارتباطشان با جبهه مقاومت حس شود سر زده می شوند. گفته می شود که طالبان 600 نیروی تازه نفس را به ولسوالی خوست بغلان فرستادند و قرار است عملیات بزرگی را در این ولسوالی راه اندازی کنند. اکنون دهها خانواده خانه‌هایشان را در ولسوالی خوست ترک کرده و به شهر پولخمری، مرکز ولایت بغلان و ولسوالی‌های همجوار خوست کوچ کردند. این اقدامات طالبان از جمله شکنجه و کوچ اجباری مردم در ولسوالی خوست بغلان در حال شدت یافته است که سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک نوار صوتی از کارشکنی نیروهای این گروه در ولسوالی خوست به شدت انتقاد کرده بود. این در حالی است که در پنشیر نیز در برخی از مناطق شکنجه غیر نظامیان ادامه داشته و طالبان اسیران جنگی را نیز به شکل فجیع میکشند. در آخرین مورد دو اسیر جنگی مقاومت به نامهای شکرالله و محمد عمر در روستای شابن نخست بازداشت و سپس تیرباران شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که اگر در افغانستان ثبات سیاسی برقرار نشود، گروه‌های تروریستی با استفاده از وضعیت و خاک این کشور بار دیگر کشورهای جهان را هدف قرار خواهند داد. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتگو با BBC گفته است که دستاوردهای جبهه مقاومت ملی طی 11 ماه اخیر با وجود چالش‌های بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است. نام برده تاکید کرده است که نگرانی‌های خود را در خصوص استفاده گروه‌های تروریستی از افغانستان و ضرورت یک نظام مشروع که در همکاری با منطقه و جهان باشد با کشورهای مختلف شریک کرده است. با گفته او، طالبان نه تنها به تعهدشان پابند نیستند، بلکه زمینه را برای نفوذ و گسترش تروریسم در افغانستان نسبت به گذشته مساعد تر کرده و تروریستان خارجی در صفوف آنان جابجا شدند. آقای مسعود هشدار می‌دهد که شرایط افغانستان خطرناک است و اگر جهان مانند گذشته این کشور را به فراموشی بسپارد، معضل این کشور دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد. مسعود تصریح کرده است با آنکه جبهه مقاومت از هیچ آغاز شد، اما در حاضر نه تنها نیروهایش را حفظ کرده که دارای تشکیلات نیز است و بیشتر از 3000 نیروی منظم جنگی دارد. بخش نظامی چیزی که میخواست به دست آورد. بخش سیاسی، بخش نظامی با بخش چی رو به دست آورده؟ مثلا بخش نظامی به عنوان مثال، ما از اون نیرویی که به تعداد محدودی وجود داشت از کاملا صفر رسیدیم به نقطه‌ای که امروز یک تشکیلات ساختارمند و منظم داریم. چه تعداد نیرو دارید مثلا امروز شما؟ ما امروز تعداد نیروهای ما تقریبا چیزی در حدود بالای 3000 نفر است. نیروهای منظم جنگی، نیروهای غیر جنگی، پرسنل به ترتیب اکمالاتی، اینا قصای بعدی است.
و این در حال گسترش است و به ترتیب نمودار به طرف افزایش می‌رود. مسعود می‌افزاید که این جبهه با حمایت و انگیزه مقاومت مردم افغانستان برای آزادی، برابری و ایجاد نظام مبتنی بر رأی مردم ایجاد شده و بخش‌های سیاسی و نظامی آن در حال نظاممند شدن و گسترش است. او خاطر نشان کرده است که مشکل افغانستان از طریق نظامی رای حل ندارد، اما تا زمانی که طالبان به چنین واقعیتی تن ندهند چاره جز ایستادگی و مبارزه نظامی وجود ندارد. رهبر جبهه مقاومت در پاسخ به این پرسش که اگر طالبان از سوی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شود گفت که در چنین حالت این کشورها مسئول تمامی ظلم، استبداد و جنایتی که طالبان مرتکب میشوند خواهند شد. احمد مسعود میپذیرد که جنگ با طالبان بدون پول و تجهیزات لازم نظامی کار سختی است و اذعان میکند که امکانات جبهه در مقایسه با طالبان به مراتب کمتر است، اما علاوه کرده است انگیزه مهره اصلی در پیروزی هر حرکتی است. آقای مسعود همچنان در این گفتگو اضافه کرده است ما در سال 2022 قرار داریم مردم افغانستان به خصوص نسل جدیدی افغانستان جدید میخواهند که دارای یک نظام عادلانه و مردم سالار باشد. بنابراین ممکن است شرایط مقاومت سخت باشد، اما مردم امروز هم با مردم 20 سال پیش سابق بسیار فرق دارند، مخصوصا نسل جوان و بانوان. رهبر جبهه مقاومت گفته است که مردم افغانستان تنها رها شدند و همزمان تأکید کرد که کشورها نمیتوانند شهروندان این کشور را به خاطر دفاع از حقشان ممانعت کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که این کشور از طالبان انتظار دارد تا مسئولیت‌های مرزی خود را بپذیرند. خبرگزاری ارنا امروز چهارشنبه 22 سرطان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده است که طی ماه‌های اخیر برخی نابسامانی‌ها در مرز افغانستان و ایران وجود داشته است. آقای کنعانی امنیت مرزهای ایران و افغانستان را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بسیار مهم عنوان کرده و افزوده است انتظار ایران از مقام‌های سرپرست افغانستان این است که مسئولیت‌های مرزی خود را قبول کنند. این گفته‌های وزارت خارجه ایران در حالی مطرح می‌شود که نیروهای طالبان تا اکنون چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیری داشتند. دو طرف در آخرین مورد روز دوشنبه هفته جاری در سرحد ولسوالی کینگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. خالد حسینی نویسنده و رمان نویس مشهور افغانستانی الاصل آمریکایی گفته است که فرزندش حارس ترنس است و تصمیم گرفته با هویت زنانه زندگی کند. نویسنده رمان‌های پرفروش کاغذ پرانباز و هزار خورشید تابان با انتشار عکس‌های از کودکی حارس و دوران بزرگسالی او در توییترش نگاشته است: من دخترم را دوست دارم، او زیبا و عاقل است، در هر قدم در کنارش خواهم بود، خانواده ما پشت سر او ایستادند. این در حالی است که او تا سال پیش با هویت منتسب به مردان زندگی می‌کرد. قابل ذکر است که ترنس جندر یا تراجنسیتی به فردهایی گفته می شود که جنس بیولوژیک آنان مانند اندام جنسی با هویت جنسیشان متفاوت است، مانند کسانی که در بدن منتسب به مرد به دنیا می آیند اما خود را زن می دانند یا برعکس آن. حارس حسینی هم که تا سال پیش چنین وضعیتی داشته حالا تصمیم به آشکارسازی گرفته است. شرکت توییتر از ایلان ماسک به دلیل نقض قرارداد 44 میلیارد دلاریش برای خرید این شبکه اجتماعی شکایت کرد و از دادگاه دلاویر خواست که به ثروتمندترین فرد جهان دستور دهد تا به معامله با قیمت توافق شده 54.20 دلار برای هر سهم توییتر پابند بماند. در این شکایت آمده ماسک ظاهراً معتقد است که او برخلاف هر طرف دیگری که مشمول قانون قرارداد دلاویر است آزاد است نظر خود را تغییر دهد، ارزش شرکت را پایین بیاورد، فعالیت‌های آن را مختل کند، ثروت سهامداران را از بین ببرد و از معامله خارج شود. این دعوای حقوقی یکی از بزرگترین رویارویی‌های حقوقی در تاریخ وال استریت خواهد بود که یکی از پرکارترین کارآفرینان دنیای تجارت را به خاطر عدم تعهد به قرارداد پای میز محاکمه خواهد کشاند. روز جمعه ماسک گفت که قرارداد را فسخ می‌کند، زیرا توییتر با پاسخ ندادن به درخواست‌های اطلاعاتی مربوط به حساب‌های جعلی
در این پلتفرم که برای عملکرد تجاری آن ضروری است توافق را نقض کرده است. توییتر اعلام کرد که اطلاعات بیشتری در مورد حساب‌های جعلی به ماسک به اشتراک نگذاشته، زیرا می‌ترسید که او پس از انصراف از خرید یک پلتفرم رقیب ایجاد کند. توییتر دلایل ذکر شده توسط ماسک را بهانه خواند و گفت که تصمیم او برای کناره‌گیری بیشتر به افت بازار سهام و ویژه سهام‌های فناوری مربوط می شود. و گفته کارشناسان حقوقی با توجه به اطلاعات عمومی به نظر می رسد توییتر دست بالا را دارد و ثابت خواهد کرد که ماسک معامله را به هم زده است.